میدونی بعضی داستانا ظاهرشون ساده است، ولی یه چیزی توی دلشون هست که هر کس میشنوه بی اختیار لبخند میزنه. و همون لبخند یه آرامشی توی دل آدم میشونه که انگار چند ساعت فکر نکردم. امشب میخوام یکی از همون قصه ها رو تعریف کنم. قصه‌ای درباره یک ملا و یک الاغ گم شده. اما نترس، این فقط یه داستان خنده‌دار نیست. این یک راز کوچیک داره، رازی که آخرش لبخند و آرامش توی دلت میمونه. فقط گوش بده و آروم باش. همین. سالها پیش توی یک روستای کوچیک و آفتابی مردی زندگی میکرد که همه بهش میگفتن ملا. ملا آدم بدی نبود، دلی مهربون داشت، زبونش شیرین بود و عقلش گاهی کم گاهی زیاد، اما بیشتر وقتها وسط این دوتا گیر میکرد. ملا یک الاغ خاکستری داشت، حیوانی آروم و دوست داشتنی که بیشتر وقتها از خود ملا عاقل‌تر بود. یه صبح بهاری وقتی هوا خنک و پر از بوی نون تازه بود، ملا از خونه بیرون اومد. اما دید الاغش نیست. نفسش بند اومد. دورش رو نگاه کرد. آقوری رو چک کرد. حیاط، پشت خونه، کنار دیوار. هیچ جا نبود. ملا گفت ای وای بر من، اگه الاغم نباشه منم نیستم. نه. ملا راه افتاد سمت میدون روستا. هر کس رو میدید میپرسید الاغ منو ندیدی؟ نه. یکی میگفت نه ملا جون، صبح زود رفتم سر زمین. دیگری میگفت از اینجا رد نشده. ملا بیشتر نگران شد، اما یهو چهرش باز شد. گفت من باید امیدوار بمونم. همیشه وقتی امید داشته باشی دنیا یه جوری مهربون‌تر میشه. بعد خیلی آروم با همون لبخند همیشگی شروع کرد شکر کردم. بله، وسط میدون ایستاد و گفت خدایا شکرت که الاغم گم شده. مردم خشکشون زد. یکی گفت ملا، آدم از گم شدن الاغش خوشحال میشه؟ ملا با آرامش جواب داد چرا خوشحال نباشم؟ اگه من روی الاغ نشسته بودم و اون بعد گم میشد، منم باهاش گم میشدم. مردم خندیدند، نه از روی تمسخر، از روی سادگی و شیرینی نگاه ملا. اما این فقط ظاهر ماجرا بود. تو دل ملا نگرانی موج میزد، چون الاغ فقط حیوانش نبود، رفیقش بود، هم نفسش بود. حتی خیلی از کارهای روزانش به کمک اون انجام میشد. برای همین تصمیم گرفت همه روستا رو بگرده. ملا از کنار باغ رد شد. صدای آب، شرشر آروم جویبار و سایه درختها، همه چیز انگار داشت اونو آروم میکرد. هر جا میرفت با لبخند از مردم کمک میخواست. نه داد میزد، نه عصبانی میشد، نه غر میزد.
میگفت آدم وقتی چیزی رو گم میکنه اول باید خودش رو آروم کنه، بعد دنبال اون چیز بگرده. این جمله رو اونقدر با آرامش میگفت که حتی شنونده ها هم آروم میشدن. خورشید کم کم بالا اومد. ملا به باغ پسته رسید. از کنار مزرعه گذشت، از پل کوچیک رد شد. سایه درخت‌ها روی صورتش افتاده بود و بادی ملایم میون عمامش میچرخید. اما خبری از الاغ نبود. تا اینکه وارد دشت آروم شد، جایی که همیشه ساکت‌تر از بقیه روستا بود. نسیم نرم، پرنده‌های کم صدا و علف‌هایی که با باد می‌رقصیدند. اینجا بود که یک صدای آشنا آمد. ملا ایستاد. قلبش تند زد. لبخند روی لبش نشست. به سمت صدا رفت و اونجا تو میان علف‌ها الاغ خاکستری شدید. آروم در حال چریدن، به هیچ نگرانی یا عجلی. ملا نشست کنار اولا، سر حیوانو نوازش کرد و گفت الهی شکرت که پیدا شدی. بعد از یک لحظه سکوت، همون لبخند همیشگی ملا برگشت. و بیشتر از همه شکرت که وقتی گم بودی من گم نبودم. قصه ملا و الاغ گم شده در ظاهر طنزه، اما توی دلش یک حقیقت زیبا پنهان. آدم وقتی چیزی رو گم میکنه اول باید خودش رو پیدا کنه. گاهی مشکل ما گم شدن چیزها نیست، گم شدن آرامشه، گم شدن صبره، گم شدن دید درست به زندگیه. ملا شاید ساده بود، اما اینو خوب میدونست. هر چیزی که با آرامش دنبالش بری، با آرامش هم پیدا میشه. و شاید همین نگاه ساده زندگی رو زیباتر میکنه. اگه این داستان آرام بود و ذره‌ای لبخندی آرامش بهت داد، شبای بعدم کنار من باش. قصه‌های زیادی هست که میتونم کم کم خیلی آروم تو رو به یک خواب راحت و عمیق برسونم. فقط گوش بدن. شباش